با نام یاد خدا و با تقدیم سلام خدمت تمام بینندگان و شنوندگان این ویدیو. امیدوارم عزیزان در هر جایی که تشریف دارین در حفظ پناه خدا باشین و زندگی به کامتان باشه. امروز یک شنبه 14/10/1403 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 2 فوریه سال 2025 میلادی. برنامه را آغاز میکنیم طبق معمول، طبق روال برنامه ما. اول با گزارش ها و خبرهای مهم سیاسی که در جهان اتفاق افتاد در همین هفته که امروز آخرین روز از این هفته است، یعنی شنبه، و بعد میپردازیم به تحلیل و تبصره که راجع به همین اتفاقات که صورت گرفته و چند نکته انتقادی است و چند نکته که باید تصحیح کنم، اصلاح کنم که در برنامه هفته قبل چند اشتباه لفظی صورت گرفته. ما رو باز در آخر برنامه باز تصحیح میکنم. و اصل برنامه ما این بود که قرارمو سلسله برنامه ما که از ابتدا شروع کردیم که از تعریف جامعه و بعد جامعه کمون اولیه و بردهداری و بعد فیودالی و بعد رسیدیم به دوره مرکانتیلیسم و انباشت سرمایه و بعد قرار بود که امروز راجع به جنگ اول جهانی و چگونگی رشد و ظهور امریکا در جهان در سطح بین‌المللی صحبت بکنیم. ولی اتفاقاتی که در هفته جاری صورت گرفته بسیار زیاد مهم و بسیار زیاد است. اگر تمام این گزارش ها و اخبار که بگویم که باید اصلا بگویم، برای اصل برنامه که عبارت بود از جنگ اول جهانی و چگونگی رشد و ظهور امریکا در جهان، او امروز از برنامه ما میماند و شاید که در برنامه های هفته بعد و هفته های بعدی در برنامه باز بگنجانم. ولی امروز اصل برنامه ما وقتش نیست، فقط با گزارش های سیاسی و چند نکته انتقادی و چند نکته که باید تصحیح شد به اون میپردازم. یک موضوع دومی است که ما تجربه ثبت این برنامه و چیزا را ندارم، از اون خاطر ستینگ کامران برای ما خیلی مشکل است، چون بس مسئله تحقیقم درست نمیفهم. ولی زدم کنده امروز چون از برنامه قبلی چند تا انتقاد شده بود که صدای کم داره، خاص صدای ناگوار داره در بک‌گراند برنامه. ما امروز ستینگ کامران تیار کردیم که در سابق در وریانت A بود ثبت کامران، امروز در وریانت B است که ببینیم چی میشه. ما تیم صدا میاد نمیاد، درست صدا ثبت میشه، تصویر صحیح است نیست، توکل ما به خدا دیگه. این رو میخواستم بگم. خب گذشته از این حالا میپردازیم به گزارش ها و خبرهای مهم سیاسی که ربط داره با آینده و سرنوشت کشور خود ما. اولین خبری است که امریکا کمک های خود به پاکستان و تاجیکستان قطع کرد که بسیار خبر مهم است و این چند نکته را میرساند. یکی تغییر در پالیسی و سیاست خارجی امریکا یک موضوع و دوم موضوع است که امریکا در برنامه هفته قبل که گفتیم که امریکا افول امپراتوری امریکا و افول سرمایه‌داری جهانی و رهبری امریکا با وضوح دیده میشه و آشکارا اتفاق میفته. حالا میبینیم که چی داره اتفاق میفته و همین امپراتوری امریکا را که سر جایش نگه داشته بود همین مسئله بود که امریکا هم از طریق نظامی و هم از طریق کمک‌هایش سلطه و هژمونی خود حفظ کرده بود. حالا این کمک‌ها را قطع کرده میره. از افول و نشانه‌های افول با وضوح دیده میشه که امریکا دیگه قدرت و امپراتوری را نداره و نیست و این هژمونیش در حال جمع شدن نشان میده و این سلسله کمک‌ها که امریکا قطع کرده میره و هم باز کشورهایی که به اصطلاح با دایره نفوذ امریکا سیاست بازی میکردن مثل پاکستان خیلی به سرنوشت کشور ما مهم است و ربط داره. و همین مسئله دوم که خبر دوم که امریکا بر کانادا، مکزیکو و کلمبیا هم طرفه گذاشت و طرفه 25% و سر کالای چینی 10% طرفه.
این هم نشان میده که امریکا حتی در جهان همسایه‌هاش مفتی یعنی از تاجیکستان و پاکستان شروع تا کانادا و مکزیکو و کلمبیا امریکا طرفه گذاشته میره و کمکاش قطع میکنه و این امو ضعیف شدن و امو جمع شدن هژمونی امریکا نشان میده که به حال جمع شدن است که هر چقدر زودتر جمع شده با ما اندازه به نفع کل بشریت است. خبر سومی است که امریکا مخالفین دولت ایران هم کمک ها را سر مخالفین دولت ایران هم قطع کرد که بسیار زیاد مهم است. هم به دولت ایران مهم است که ما به اونها میپردازم و چون هواخواه و طرفدار دولت ایران نیستم ولی به سرنوشت کشور ما مهم است چون در داخل ایران همین گروه و یا جناح اصلاح طلب اینا درست در حوزه نفوذ امریکا و به نفع امریکا سیاست بازی میکنن. به اینا همین پروژه افغان ستیزی را که در ایران شروع کرده بودن در همین 1.5 سال که میگذره و این کمک ها که قطع شوه هم به پهلویچی ها که من اونا را پالانچی میگم چون خیلی گروه کثیفی هستند که در سوشال میدیا در صفحات اجتماعی اینا میان به ضد افغانا لایف برگزار میکنن و زن و مرد و دکتر و پروفسور و باسواد و بیسواد اینا میان فقط دشنام میتن توهین میکنن به افغانا بدون دلیل بدون مدرک بدون فقط افغان ستیزی. این یک پروژه امریکایی بود، پروژه صهیونیستی بود که میخواستن مردم افغانستان و مردم ایران در جنگ و در جدال نگه دارن و بتونن یک کمک کنن به نجات و سرنوشت کشور صهیونیستی اسرائیل که این یک پروژه صهیونیستی بود، یک پروژه امریکایی بود که فضل خدا یوم قطع شد کمک ها بالای اینا و همین پروژه افغان ستیزی هم ما اعلام کردم در تیک تاک نوشتم که این پروژه هم خنثی شد که به نفع کشور ما و نفع ملت ما و نفع ملت ایران هم هست و این قطع کمک ها به مخالفین دولت ایران سرنوشت دو تلویزیون کثیف و دو تلویزیون بسیار خبیث ایران اینترنشنال و افغانستان اینترنشنال در پی داره. حالا نه چند ماه بعد شاید معلوم شود که این تلویزیون هم باید از مثل تلویزیون منوتو یا مثل صدای رادیو بی بی سی راجع به ایران این هم شاید که مسدود شود یا برنامه‌اش قطع شود. خبر دیگه است که تلویزیون افغان اینترنشنال به این خاطر کثیف گفتم که در یک هفته که گذشت هی سفیدنمایی چهره تحریر الشام در سوریه شروع کرده. هر لحظه هر 2 ساعت بعد عکس اون تروریست خبیث جولانی را در تلویزیون میگذاره، تلویزیون افغانستان اینترنشنال و میگذاره سوریه به سوی مردم سالاری. یک دروغ کثیفان که قتل عام‌ها شروع شده در سوریه از 8 دسامبر 2024 که دولت بشار اسد سقوط کرده تا حالا نسل‌کشی ادامه داره، قتل عام ادامه داره، جنگ‌های داخلی ادامه داره ولی او را این اصلا کوشش نمیکنه. فقط همین آدم عکسش میندازن با گریشه نکته‌ای و با دیدار با این وزیر خارجه با وزیر خارجه با این رئیس جمهور با رئیس جمهور که سوریه به طرف ثبات روان است، سوریه به طرف مردم سالاری روان در حرکت است که کاملا دروغ است. چون من سند دارم، بدون سند من نمیتونم حد بزنم و این شما قانون کپی رایت عزیزان میدونید که کسی که در میدیا بیاد ویدیو بگذاره یا پست کنه یا تصویر باشه یا صدای باشه و ادعا را بکنه و این ادعا را ثابت نکنه قانون کپی رایت تطبیق میشه، هم میتونه که صفحه اجتماعی که داره هم او را میتونه از دست بده و هم میتونه سو شوه، یعنی میتونه که محکمه شوه و این چیز دروغ نیست که من میگم بناحق ضد تلویزیون افغانستان اینترنشنال حرف بزنم او رو ثبوت نکنم. به این دلیل میگم که بسیار تلویزیون کثیف است و کاملا دروغ پردازی میکنه در برابر در مسئله سوریه. خبر مهم دیگی که در این هفته قبل اتفاق افتاد ولی ما در برنامه هفته قبل یادم رفت و است که دونالد ترامپ یک فرمان تقنینی را صادر کرد که 2 پرونده قتل باید باز شود و تحقیقات صورت بگیره. یکی پرونده قتل جان اف کندی رئیس جمهور سابق امریکاست و یکی هم پرونده قتل مارتین لوتر کینگ که بسیار زیاد مهم است چون ما اسناد بسیار کافی در این باره قتل
قتل جان اف کندی خواندیم و هم شنیدیم که جان اف کندی نظر به حرفای مورخین، نظر به اسنادی که مورخین میگن، ژورنالیستایی که اینوستیگیتیو ژورنالیست میگن یا ژورنالیستایی که تحقیق میکنن، اونا ثابت ساختن که جان اف کندی را شبکه جاسوسی خارجی اسرائیل یعنی موساد به قتل رسانده و این به دولت مردای امریکا آشکار است، واضح است. این که ترامپ حالا میاد با پرونده قتل جان اف کندی را دستور میده که باید از تحقیق شود و باز شود. این نشان میده که بین دولت امریکا و استابلیشمنت امریکا و دولت اسرائیل یک شکاف پیدا شده و باز کردن پرونده قتل جان اف کندی این یک بهانه است که این شکاف به کجا میرسه به خدا معلوم، ولی آنچه که از قرائن و شواهد نشان میده این است که این مسئله حقوقی جنایی نیست. این باز کردن پرونده قتل جان اف کندی و مارتین لوتر کینگ که خود اف بی آی کشت و واضح است، ولی قتل جان اف کندی نظر به اسناد و مورخینی که میگن به دست موساد صورت گرفته و این مسئله گفتم که یک مسئله حقوقی و جنایی تنها نیست. این مسئله است که یک ماجرا یا یک اهداف سیاسی را به دنبال داره. اهداف سیاسی چیست؟ در آینده دیده میشه. خبر پنجمی است که بازم از امریکا و دونالد ترامپ که دونالد ترامپ از سازمان WHO یا World Health Organization یا سازمان بهداشت جهانی خارج شد که هم بازم یکی از اون نشانه هایی است که افول و فروپاشی نظام سرمایه‌داری را به رهبری امریکا و نظام امریکا و سیستم امریکا نشان میده، چون در سازمان های بین‌المللی مثل بهداشت جهانی امریکا حرف اول میزد و سیاستش دنبال میشد و اما هژمونیش ثابت بود. حالا که این مسئله که از این سازمان خارج شد نشان میده که این سیستم امریکایی رو به افول است که یکی هم از اون نشانه هاست. خبر ششمی است که باز هم امریکا و ترامپ که ترامپ از توافقنامه پاریس مبنی بر کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای که چند سال قبل صورت گرفته بود، این کنفرانس و این توافقنامه بین کشورهای بزرگ صنعتی به امضا رسیده بود، از این توافقنامه پاریس هم بیرون شد که باز هم به محیط زیست و به تغییر آب و هوا و اقلیم بسیار خطرناک است و پیامدهای داره که حتی امریکا با نشانده یک چیز دیگه است که امریکا حتی با نزدیکترین دوستاش به عهد و پیمانش باقی نمانده و نمیماند، چی برسد به جهان سومی ها و کشورهای مسلمان. خبر هفتم که بسیار زیاد خبر مهم است و بسیار خبر خوشحال کننده و شادمان کننده است که سقوط بورس سهام چت جی پی تی. چت جی پی تی در دوشنبه همین هفته که گذشت، دوشنبه بورس سهام چت جی پی تی در بورس سهام نیویورک کاملا فرو پاشید و امریکا و کمپانی های هوش مصنوعی امریکا مجموعاً $1 تریلیون امریکایی را از دست دادند که بزرگترینش انویادا بود که $600 میلیارد از دست داد. او به دلیل از است که در ماه می سال 2023 یک متخصص چینی، نامش بسیار نام مغلق است، ما دو سه دفعه شنیدم و خواندم ولی در ذهنم نشست، لوان فینگ یونگ این چیز نام داره، با پوزش من تلفظش درست نتونستم، هدفم از توهین چیز دار نیست ولی من یاد نگرفتم نام. یک جوان میان سال لگه 50-55 یا 48 متراست سنش باید از باشه. این در ماه می سال 2023 با هزینه $6 میلیون آمده به دولت چین گفته که خود یک دانشمند است. از سر دانشگاه های چین مسئولین بخش آیتی را یا کامپیوتر را دعوت کرده و به دولت چین گفته که ما میخوایم از هوش مصنوعی امریکا و کمپانی های هوش مصنوعی امریکا ما میخوایم که مستقل شویم
و دولت چین هم گفته که درست است این کار رو شروع کنیم. در ماه می 2023 اینا شروع کردن با هزینه 6 میلیون دلار و امروز همین دوشنبه یک ده مثل بم اتم منفجر شد و این سر جهان گرفت که این اپ هوش مصنوعی چین نامش از دیپسیک. این دیپسیک دقیق‌تر، درست‌تر، گسترده‌تر و شفاف‌تر از چت جی پی تی امریکا عملکردش ثابت شد. با مو دلیل کل جهان رو آورد به طرف دیپسیک و کمپانی‌های هوش مصنوعی امریکا رو پر صاحبش اونا رو ترک کردن. با مو دلیل قیمت از او سهم از او در بورس نیویورک فرو پاشید و جهان رو تکان داد. به می دلیل است که دلار که باز در خبرهای بعدی که میرسیم راجع به افغانستان که چرا دلار قیمت شده در برابر پول افغانی، این است که دلار خودش در خود سطح جهانی ارزشش هم قیمتش از داد به خاطر زیان 1 تریلیون دلاری که بسیار زیاد مهم است و کسایی که عزیزایی که در افغانستان هستن و هوش مصنوعی چت جی پی تی را استفاده میکنین کاملا از کامپیوترهایتان، از دستگاه برقیتان، چه تلفن، چه آیپاد، چه لپتاپ، چه کامپیوتر، هر چی که دارین دلیتش کنین، محوش کنین، از بین ببرین، دیپسیک انستال کنین. خوبی دی چی است که کل جهان حیرت زده کننده است که دیپسیک هم با کمترین هزینه ساخته شده، یعنی 6 میلیون دلار. دوم مفت رایگان است که میتونید رایگان او را دانلود کنین، ازش استفاده کنین. و مهمترین گپ دیگه که دیپسیک داره این است که کل جهان غرب حیرت زده ساخته. من در فیسبوک نوشته کردم که سکته مغزی داد امریکا را به می دلیل سکته مغزی که این دیپسیک میتونه بدون اینترنت کار کنه. شما دیپسیک اپش دانلود کنید در لپتاپتان، در موبایلتان و بعد اینترنت هم نداشته باشید دیپسیک برای شما کار میکنه. بدون اپی که بدون چیز کار میکنه، بدون اینترنت. خوبیش دیگه است. خبر هشتم که بازم از جمهوری خلق چین، کشور دوست و همسایه بزرگ ماست، این است که چین یک بطری کوچک مینی بطری ساخته که از انرژیش و منبع انرژیش هم سوختش از سوخت هسته‌ای، سوخت اتمی است که یک مثلا یک بطری موتر که بر موتر کار میکنه، انرژی زور تازه ساختن که انرژی اتمی است که برای 50 سال میتونه که کار کنه. که هم بسیار زیاد خبرساز شده از سطح جهانی که یک بطری کوچک میتونه 50 سال انرژی تولید کنه، انرژی بده و بعد از 50 سال بعد پس قابل چارج کنی باشه. خبر نهم هم از کشور همسایه ماست، کشور چین، که چین یک راکت قاره‌پیما را با سرعت 9 برابر سرعت صدا آزمایش کرد که راکت بسیار زیاد فوق‌العاده پیشرفته است و کنونشنال است، یعنی صلاح متعارف است و در این زمان میتونه که سرگلولی جدا شود، سرگلولی اتمی جدا شود. 9 برابر سرعت صدا سرعتش است و چیزایی که بسیار ویژگی‌های بسیار خطرناکی که داره این است که اصلا قابل ردگیری نیست. اسکات ریتر در این باره گپ زده بود که این قابل ردگیری نیست و هیچ دافع هوایی رو نمیتونه ردگیری کنه و از بین ببره. و دومی است که در شهری که یا در جایی که انفجار کنه همون حرارت و همون چهره و چیزایی که از این منفجر میشه و پخش میشه، اگر در یک مثال دادم گفتن اگر در یک موتری که در موج استاد باشه، در موتر اگر حرارت از یک موتر برسه در یک ثانیه یک موتر کاملا، موتر مثلا تیز رفتاره که 5 نفر موتر فامیلی 5 نفره یک موتر تیز رفتاره میتونه که در یک ثانیه مطلق ضبط کنه، در یک ثانیه، در آن واحد، یعنی یک ثانیه یک پک به هم زدن است، یعنی قدرتش و سرعت عملش اینقدر زیاد است. خبر دوم از کشور همسایه ماست، پاکستان، که پاکستان، دولت پاکستان یک قانون نظارت بر شبکه‌های اجتماعی را تصویب کرد که بسیار خبرساز شد و این بسیار مهم است که این همون جامعه سیاسی پاکستان به طرف پولارایزیشن یا
دیکتاتوری سیاسی سبب میده که دولت اجازه میده قانون که تمام صفحات اجتماعی، تمام روزنامه ها، تمام خلاصه هر آنچه که میدیا در پاکستان فعال است همیشه زیر نظارت میگیره، کنترل میکنه. یعنی این در اصل خفه کردن صدای مخالفین است که بدون شک خودش در نوعش دیکتاتوری است و این اغتشاش و سرصداهای سیاسی و حتی شاید نظامی در آینده در بدنبال داشته باشه بدون شک. خبر 11 از فرار عباس سرنجی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان به امارات است که هم تایید شد و خودش چند تا ویدیوی صوتی هم فرستاده به شبکه‌های تلویزیونی و دنیا. به نظر من خب این چند مسئله میرسانه. یک مسئله است که طالبان طوری که در برنامه قبل گفتم که طالبان پارچه نیستن، این دسته نیستن و اینا سه دست هستن، سه شاخ هستن و اینا تضادهایشان بنیادی است، تضادهای غیر قابل حل است و اینا نمیتونن ظرفیت یا ممالفه های دولت سازی و ملت سازی در این گروه نیست. و این گروهی است که این توسط دلار ساخته شده، برای نامنی ساخته شده و اینا نمیتونه که تا آخر دوام بره. یک موضوع یک دلیل دوم این است که خود قطع کمک‌های امریکا به طالبان که اعلام شده و درست تطبیق هم نشده، یک نوع وارد کردن فشار سیاسی است که در آینده نزدیک بازم گفتم که اینا چون وابسته هستند شاید تغییرات سیاسی بسیار بزرگ در راه باشه و اینا سربندی جریان داره شروع شده که حتی خبر رسید که مناورتدارشان در ارگ زخمی شده و ارگ در محاصره است که همه چیز میتونه درست باشه چون از اینا هیچ کار بعید نیست. دلیل سوم که یادم فرار کرده رابطه در امارات میتونم این باشه که شاید این وظیفه جدید گرفته باشه برای تغییر برای یک سناریوی بعدی، این هم ممکن است. و دوم حالی که این رفته به امارات و دلار هم قیمتش بلند شده و افغانی ارزش افزایش دادن، این است. ما در 3 سال قبل ما زمانی که در کابل بودم، در کابل ما از فیسبوک نوشتم که طالبان نمیتونه 6 ماه ادامه پیدا بکنن و اینا زود سقوط میکنن، چون ما بس چه سر خود دیدیم که اینا بسیار فقیر بودن و فراغت زده بودن و اینا قدرت به دستشان تحویل داده شد و هیچ چیز نمیدونستن و ما به این محاسبه بودم که خب امریکا خارج شد، جهان اینا رو به رسمیت نشناخت، همسایه ها هیچ کی و اینا عاید کمایی ندارن، درآمد ندارن، اینجا اکثریت مردم هم فقیر، پس درآمد داشته باشن زد و خورد داخلی صورت میگیره، اغتشاش داخلی مردم با اینا با خودشان از اینا سقوط میکنن. اما فرمولی که ما داشتم همین بود، بر اساس همین محاسبه. حالا بعد از 3 سال ثابت شد که فرمول درست بود، ولی بعد از اینکه امریکا پلان داشت که اینا را 3 سال دیگه کمک کنن، هفته 40 میلیون دلار اینا بدن، چون در برنامه اول ما گفتم که امریکا پلان داشت که این برآمدنش یعنی ترک افغانستان موقتی بود، جنگ در اوکراین آغاز کرده بودن. به این دلیل حالا که جنگ در اوکراین شکست خورده، پس امریکا مشابه قضیه است که بیایم در افغانستان و فعال شده و فعالیت بکنه و به این دلیل آمدن که یک تغییرات به وجود بیارن و این دلیل یک از روش هایی که میتونن این تغییر به وجود بیارن این است که قطع کمک ها و فشار آوردن سیاسی در داخل و این امان قیمتش از دست بته در برابر دلار، ارزشش از دست بته و این دلیل شکاف و اغتشاشات داخلی صورت میگیره و تغییرات سیاسی رونما میشه. با وجودی که گفتم از این گروه ما متنفر هستم، متنفرشان نیستم، ولی اینا من میخوام یک توصیه یک پیشنهاد به اینا بکنم، یک راه حل برشان نشون بدم
که هم میتونه ثبات داخلی در خود افغانستان وجود بینه و هم افغانی قیمتش از دست نتن و هم دلار پایین بره. یک روشی است که از بانک مرکزی دلار برن اینا در شهر، در بازار، در سال 16 در اقتصاد تزریق بکنن. یک روش دومی است که در عین زمان اینا یک هیاهو یا یک تبلیغات رسانه‌ای رو باید برای بندازن. چون همین تبلیغات رسانه‌ای بود که دلار نرخش بلند برد و افغانی رو پایین آورد، تا حالی که اقدام عملی صورت نگرفته. پس این تبلیغات رسانه‌ای بود که افغانی رو نرخش به زمین زد. شما هم باید تبلیغات رسانه‌ای را برای بندازین که مردم روحیه بگیرن. بسته کردن سال 16 این در دوام نمیکنه. سال 16 را باید باز کنن، یک 20 میلیون دلار را باید در بازار تزریق بکنن و باید تبلیغات رسانه‌ای را بندازن که امو فشار اجتماعی و امو اذهان بالات نرمالش پایین بره. همین دو روش را به کار بندازن. دولت ملی نیست، یک گروه وحشی هستن که نه خودشون چیزی یاد دارن، نه از کسی چیزی بشنون. از اینکه بگذاریم خبر دیگه ایست که خبر بسیار زیاد مهم که آیسای و نماینده آیسای رفت به ترکیه و با سران تنظیم ها و گروه های سیاسی که مستقر در انقره ترکیه هستند با اونا دیدار کرد. این مسئله بسیار زیاد مهم است. ما باید با چشمای باز به این مسئله بنگریم و با گوشای تیزهوش خود باید این مسئله را پیگیری بکنیم، بشنویم، ببینیم، تعقیب بکنیم که بسیار زیاد مهم است. یک کارشناس سیاسی پاکستان به نام نجیم ساتحی یک کارشناس است که من ویدیوش دیدم، ولی من ویدیو را دیگه گذاشتم نمیتونم چون قانون کپی رایت است. او لوگوی جیونیوز دارم. من در تلویزیون جیونیوزی را دیدم و در یوتیوب شما برید ببینید، نام از ریسرچ کنید به نام نجیم ساتحی در جیونیوز. یک هفته پیش در میجیران یک تحلیل بسیار فوق‌العاده داشت، بسیار طولانی، و این گفت که ما باید از طالبا گفت که از اساستا داره از زیر کنترل ما خارج میشه و ما داریم هژمونی ما را در افغانستان نزدیک است که از دست بدیم و طالبا با چین بسیار زیاد قراردادها بسته کردن و این باعث تقویت طالبا میشه و گسترش نفوذ چین در منطقه میشه، در افغانستان میشه. و دیگه ای که معاون وزیر خارجه هندوستان را به افغانستان و اونجا با سران طالبان دید و ای که قنصلی هندوستان در ننگرهار بسته نشد و سفارت هند در کابل هم فعال است. دیگه ما اساستا چون اینا کنترل دارن، میبینن که دارن طالبان سه گروه هستن، سه جا هستن و دو شاخش بر علیه از اینا هستن، میتونه که زیادتر شود و پاکستان چیزی که از دست بده، همه هجومی که از دست بده. گفت که ما باید از بریم با نجیم ساتحی میگه، نیره نقل قول میکنم از اینجا. نجیم ساتحی میگه ما باید از بریم با سران شمال با معامله بپردازیم. با دست خودم هم تا میکنه در تلویزیون میگه ما باید از وارو یک دکه بتیم، میگه ما باید از وارو یک دکه بتیم که شما خود در سابق هم از ما بودیم، در سابق هم با ما همکار بودیم، دیگه میشه که اینا رو باید از شما بیاین در صفات شمال و از اونجا جنگ در برابر طالبان آغاز کنیم. که ما در برنامه قبل هم گفتم و حالا میگم تا که برنامه وجود دارم خواهم گفت که هدف این برنامه روشن کردن از هان است و این که ما باید از هوشیار باشیم و دیگه نگذاریم که خارجی باید در سرنوشت ما تصمیم بگیره، در کشور ما مداخله بکنه و دیگه ما باید از بازیچه سیاسی کسی دیگه نباید شویم. همین گروه های خبیثی که در ترکیه و در دیگه جا قرار دارن اینا نباید از دیگه بعد به افغانستان برن، چون اگه نرفتن باز باعث جنگ داخلی و نجیم ساتحی میگه ما باید از آیسای میگه باید از کار کنه که جنگ داخلی باید از افغانستان آغاز شود. در این صورت میگه طالبان رو به رشد است، اینا قوی میشن، از کنترل ما میبراین، با چین و هند دور رقم داده دارن. میگه روسیه ما در پارلمانش بحث جریان داره که طالبان از لیست سیاه و لیست توریستی بکشه
و میگه که نزدیک است که میگه ما باید است که امریکا میگه پاکستان امریکا باید دست یکی کنن که هژمونی هند و چین و روسیه را که طالبان باید نزدیک از وابسته شوند میگه باید سیر جلوگیری کنن. ما طرفدار طالب و رژیم طالب نیستم. ما پیشنهاد دارم، راهی دارم که باید از خونریزی صورت نگیره، جنگ داخلی صورت نگیره، مداخله خارجی صورت نگیره و خود ما باید از خود ما تصمیم بگیریم، ولو اگر طالب است، ولو اگر مجاهدش است، ولو اگر هر گروه سیاسیش است. که در این باره بخوایم چند نکته که بسیار من انتقاد شده بود در برنامه دیگه که گفتم چند نکته در اول برنامه گفتم چند نکته که باید تصحیح شده و چند نکته که انتقاد شده باید تصورم بگویم. یک نکته انتقادی در برنامه قبلی بود که تو گفتی که ضد مداخله خارجی هستی و ضد جنگ در برابر طالب هستی و نمیخوای قتل صورت بگیره، کشتار صورت بگیره، جنگ صورت بگیره، پس طالب کی بزنن؟ کی باید از بیان هم ضد طالب هستی هم نمیخوای طالب کشته شود؟ چه رقم؟ نکته انتقادی بود. این نکته انتقادی رو من در پیوست با سخنان نجیم ساتی میخوام جواب بدم که کشتن همیشه راه حل نیست و برای حل مشکلات سیاسی جنگ یگانه گزینه نیست، کشتن یگانه گزینه نیست. گزینه دیپلماسی، گزینه گفتمان، گزینه ایزی که ما باید از خود ما فعال شویم، خود ما باید از در صحنه باشیم. حالا همین گروه هایی که در ترکیه آمدن، همین سران تنظیم هایی که در ترکیه قرار دارن، خب نجیم ساتی در تلویزیون اینطوری گپ میگه. ما فکر کردم گفتم که نجیم ساتی یک کارشناس است، گپ زد، شاید پالیسی دولت پاکستان تا نباشه. 2 روز بعد از گپ نجیم ساتی نماینده آیسای را با ترکیه و با اینا دیدن کرد که من خودم نجیم شاک شدم. گفتم این چه رقم؟ نجیم ساتی که کارشناس است یا آمد فقط تحلیل خدا گفت در تلویزیون جیو نیوز و این آیسای وقت رفت، نماینده آیسای رفت با ترکیه رفت و با اونا دیدار کرد با مخالفین دولت طالب و همسران تنظیم ها. خب که حالا ما باید خود ما فعال شویم. کشتن راه حل نیست، راه حل نبود، نشد. کشتیم خب نتیجه نداد، نتیجه مثبت نداد، نتیجه منفی زیاد داشت. اما دیزاستر یا اما آفت و بلا و مصیبت کشتن زیاد بود تا اینکه نتیجه مثبت در پای داشته باشه. نتیجه نداد. به اون خاطر ما میگم که کشتن راه حل نیست. گفتمان، دیپلماسی و فعالیت سیاسی هم در بیرون هم در داخل، صدا شدن. همین تریبون، همین کانال یوتیوب به همین هست، به همین خاطر هست که باید از یک صدا را جمع کنه، یک انسجام ببخشه، یک راه را بسنجه و پیشنهاد کنه برای مردم. و من نکنم، تو نکنی، او هم نکنه، انتقادم میکنیم و پاکستان هم باز چند میلیون دلار به اونا بده و مخالفین با سران تنظیم ها و باز جنگ داخلی شد و باز سناریوی جنگ داخلی و کشتار این باز تکرار شود. و همین دلیل میگم که دیپلماسی، انسجام و راه حل به دست خود ما باشد. خب از خبرهای سیاسی مهم و تحلیلات که حالا بگذاریم که برنامه رو به ختم است، چند نکته است که ما باید تصحیح کنم. نکته اولی است که در برنامه هفته قبل ما گفتم سراج‌الدین حقانی وزیر خارجه نیست، وزیر داخله است. یک اشتباه لفظی بود، عزیزان اشتباه لفظی را نادیده بگیریم. انتقاد دوم در تیک تاک بود که در تیک تاک برای من آدم نشته کرده بود که تو گفتی که حماس رژیم اسلامی رفت در 25 جنوری و حماس قوی است و اسرائیل شکست خورد. چطور حالا که غزه و مردمش تباه شد و اسرائیل پابرجا سر جایش است، یک کشور مستقل است. عزیزان شکست تنها این نیست که دولت اسرائیل پابرجا مانده یا مثلا دنیا رو به رسمیت نشناسه و غزه مردمش سرپناه ندارن، در خیمه پلاستیکی زندگی میکنن و نان برای خوردن ندارن و همه چیز با خاک یکسان شده. نه، شکستی نیست. شکست چیزی است که در بعد از 7 اکتبر، در خود ماه اکتبر سال 2023 دولت اسرائیل با رهبری شیطانیاهو یا نتانیاهو خبیث اینا کابینهشون تشکیل جلسه دادن و در اون جلسه کابینه نظامی تشکیل شد و در کابینه نظامی در شورای امنیت ملیشان 5 هدف
به تصویب رسید. هدف اولی بود که غزه باید از پاکسازی شود و مردم غزه فلسطینی ها به کشورهای عربی تقسیم شود و تخم زده شود که نشد. هدف دومی بود که حماس باید از نابود شود و غزه سرزمین غزه کاملا فلسطین شود که نشد، که حماس آمد رژیم نظامی زد، رژیم نظامی برقرار کرد و اعلان کرد که 25,000 عضو اکتیو، عضو فعال دارد که هم نشد. هدف سوم اسرائیل از این جنگ و از این جنوساید، از این قتل عامی بود که گفت ما باید با زور نظامی گروگانها را آزاد بکنیم که نتانست. گروگانها توسط یک آتش بس و توسط بیرون رفتن از خاک غزه بود که هم شکستش نشان میده، یا نشد. هدف چهارمی بود که باید از مسئله فلسطین به طور دائم خاموش شود و جهان نادیده بگیره و در سازمان ملل متحد در سال 2023 که نتانیاهو رفت، در اونجا در سال 2022 بود که رفت، که اون نقشه رو نشان داد که ما هند، اقتصاد هند با کشورهای خلیج و اسرائیل و بعد با اروپا وصل میکنیم. همین هدف هم از بین رفت و نابود شد و تطبیق نشد. این بود که گفت که مسئله فلسطین باید از برای طور دائم خاموش و از بین بره و که این نشد. برعکس اسرائیل انزوا رفت و تظاهرات به ضد اسرائیل صورت گرفت در سراسر جهان و مسئله فلسطین پابرجاست، در گوش جهانیان است و مردم پیگیری میکنه. تمام مورخین، ژورنالیست‌ها، سیاستمدارا، رسانه‌ها همه با مردم فلسطین هستند که تمام این اهدافی که نتانیاهو و کابینه‌اش و دولتش تعیین کرده بودن به هیچ یک اهدافش نرسید، به هیچ یک اهدافش شکست. یعنی همین اگر همین حرفایی که من گفتم، اگر کسی که دقت کرده بودی در تیک تاک روی همین چیزایی که من گفتم، دلیلایی که گفتم که من این دلیل ناکام مونده، برو تحقیق گوگل پیش دست 5 دقیقه وقت میگیره. همین چیزایی که ببین که اهدافی که تعیین کرده بود چی هستن، اما انگلیسی میشه که با فارسی خودش میاد با اهداف تعیین کرده بود، به یکی از اهدافش نرسید. دیگه فکر میکنم برنامه وقتش به پایان رسید، بیشتر از نیم ساعت شد. با چند نکته مهم بود که تصحیح کردم، چند نکته انتقادی بود که جواب دادم. در 12 خبر مهم سیاسی بود که جهان تکان داد و مهم است به سرنوشت کشور افغانستان، او را تحلیل کردیم. دیگه امیدوار هستم عزیزان که ویدیو امروز درست ثبت شده باشه، چون نمیفهمم در بخش در واریانت 20 زدیم امروز ثبت که چی رقم میشه نمیفهم. امیدوار هستم که ویدیو درست باشه و امیدوار هستم که من درست تفهیم کرده باشم مسئله را و قابل فهم و قابل یادگیری باشم چیزایی که میگیم. برای روز و برای این برنامه همین قدر کافی است. همه شما عزیزان را به خدا میسپارم. روز و شبتان بخیر.